Rahim Production. ما این قلقه و قلم بخرین ما بس هایتا بس هایتا شاکدی از انا این تبا اختر لیباس های باید پشیدی بیجا کاریت چی؟ با ما دست دکلت کنم ها؟ خیلی مردک داودم دکلت نکنم من نفهم زنم گیجا رفته تا یادت نبرار که تو یک خشاقی فهمیدی؟ تو دهان خانه و دری ما زنده کده گشته فهمیدی؟ با تو با کدام حالت با ما دست دکلت میکده تو یک شوی خوب چالی اول؟ نه تو گیجا رفته سی دمی روز؟ تو کارت چیه آخی؟ او چه کارم چیه؟ تو گیجا میره من ندانم من اگه جانم تو گیجا میره تو زنه که خونه باید بره خونه دا بسی گیجا میره برم با گفته سمتکی شهر نیست که ما دست دکلت کنم دست کارو رکا کار؟ هیچ نگه نگرونم او ستره در این خونه ما غلام شو با اینه اومد بیرای اجوزه اومد آخی دود پود ما جمع کنم که جمع میای آخی اما گفتی دلم آش میکشه با برای تو آش کرده استم چی کردی تمام دور تمکشی اینه دور کاری خوب کردیم کاری دست ندگه چی خومه ای دل جگر ما خودی چا کردی آش تیار میشه یا نه خیلی سعودی شوای کنم مثلا چند ساعت پس گفته بودم آش تیار که آی دوغ موندگی حالی او گو مولا کردم قریب 500 کیلو زیاد نیم کم است خماسو بختم آخی باسو دما در خونه عدل نکنیم برای رویشون گفتی کس میگه اونجا با عدل نکردم تره اوسو ما را فقط من نگی چی میگه بچم تست اسکو که در جانم زد یک کاری حلال نداری تست که دیل جگر من تو خوردی نکمی ایره ببی این قشاق ای کار بارش نما من برامدن در گفتم که این گوها گوها بگی جمع که ای دستش یک اوه چی تری آدم شدی چی تری مردک های چه کردی؟ بگش نه اومدی تو را کار چیه که من کی میام کی نمیام خونه و داری که من کی فورم مدرم کی فورم مدرم یگان گب داری ها؟ خیلی بگش در جو میگردی قشاق من به تو دکلت نمیکنم فهمیدی؟ با گپ زنی شبیه بابا من گپ میزنم اصل جان میبخشی که ما یکیشید نمیخواستم شما را خفه کنم نمیخواستم که مقصدی شما را اینجا یکی ای دهنم برامد میخوام در برم باشی میخوام قطعی شما عشق ورزی کنم کنم پتی من نمیخوام من مونده ایم روزی درست کار کردگیم زهری زبانی تو را فهمیدگیم من درباره تو خواب کردن عشق ورزی کردن نمیخوام چی گفتی ای قشاق چی گفتی؟ من بو تفتی تو بیزارم فهمیدی؟ من نها تلفن قطعی گپ زده استم قشاق همین خودم نانی قاق میگیرم نانی قاق نداره همین کودکه که جشیدن همین کجا رفتن نمیدانم چند خجم کردن نمیدانم نانی قاق ندارن کودکه کجا شدن آخه وای نانی قاق ندارن مردم نانی قاق ندارن اینه ای جانم چه کردی بچه؟ چه کردی خودو؟ شما چه کردی؟ ایخه خودم همین هم نانی قاق گرفتم هم ایخه ایو چه؟ ما خونه در اومدم که مسافر معقول شد چطورم سمکت کنی؟ مسافر چین دا چی داد؟ یا چی خالی کلانم دا چی کلانم داد؟ اینه یا کدوم دادی ای خود میرم من تو میکنیم خانه دا من تو نه برا خودت بچه ای بر دروز دارم بس من رفتم اون مسافر کادر را گرفت داد مرا اینه ایره گرفت داد این سمکش ایده تو داده کادر ایده داده سمکش تو داده پش داره همین خیلی نمیگو پش داره من کادر را بخوام خودت بخوام این با قبقی شما بله او چه من شما بگی دانگی و خودم دو گشتم
خونه همین خانه درآمدن نه درمادیم بیا خواهیجم هر سه من بدره بعد میریم خانه میریم عبه چی آپا آپا بیا اینجا خودش آدم بسره ببینیم آپا خودش از صاحب خانه جا دوزده نکوخی همین خودت همینجا دم دوزده تا کردی نه شگری آپا چی ده بچم؟ اینو میگم کسمان نفاده نکنه بود کن اینو میخوابه یا استغفرالله که خواهر استغفرالله که یه پتوت که دیگه پتوت که دیگه آرام شاورام فهمیدی؟ یا دادر جا پتوت که دیگه ایتود نکردم نمیگم یا خاله جان ما خودم چشمتم میکنم که تو یه بچه خاله جان. دختری مرا نگه میکنم خاله جان احتیاط کنی منم انسانم ایده بچم هم آوردم بچم کدی من هسته که با چشمایی کرم میکنم من یکم کد نکردم خاله با تو گبزنی مرا اوسال میکنی ها؟ نه خاله جان من اوسال نمیکنم دادر جان من اوسال نمیکنم او بده که شما سیاست کرده اومده کدوی دستی بچه تا دیدن تص برنگی شما گازندم که نزنین ما تو صبر همشا میفهمم بگی شای بچه درنگی وحشه سوش آدمای سوش چایی قبه برا ای کاری زنکه قبه برا ای پا ما مردک بوری یکم کار نکردم گوش که قیصه را گوش که با میفهمی که گناه ها گلزن تز از گلزن اینمی خلاص حبیب مونده دختر دومن ایدر درومن نون خوک داره گفت من در خونه نون گرم کرد نون داشتم باید نون خوک دیگه بود دویدم برو اومدم گفتم خواهر جان من گفتم که همه یقت کرده بیره بعدی رفتن این دختر تمام قشلاق من دیگه خشینوخ همه قشلاق مسئولیت کردن این خوش غره خوش جوگیارم مشتری کنم میکرده گفتم قشلاق مدرگم کردن خستم همه قشلاق اومدم این تیموس بوله دارم اینجا روزم بته دیگه همون توبه کردم دیگه توبه کردم توبه کردم دیگه وابشه نمی نومال بیا خب خوب کن همین خودت همون چشمت همین قشت معلومه که آدمی غری تو یه نیاز سخت همین دختری مرا دیده چشمی بد کتی نگه یه نه دختر در خود نصیب کنه خدا تلفن آمد الیا گذاری بلده شما بلده نالی ها آمدم نانی خاک بسره ها تمام آمدم شما جمع کردن گیره آمدم انا میخالی خلاصه میخالی شید دل نیت بد نکنه من دیگه توبه خیلی سب افتاد گفت زن مده نانی خاک داری؟ نانی خوک؟ تماما نانی خوک ندارم خلا ها خودت تیز از من توبه کردم هر روز دختری که در حقی من میکاره کرد من در قشلو من چی در قشلو من در قشلو مدرقه کردن نیجا اومدم دیگر توبه کردم چی در توبه کردی؟ من خوک نوشیده میخورم که در شما نتیو